بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ارادت خدمت تمام بینندگان و متعلمین محترم. سلامتی، عافیت و صحت شما آرزوی همیشگی ماست. امیدوار هستیم که در مسیر علم اندوزی هم موفق باشین. در ادامه بحث‌های بیولوژی صنف 11 در خدمت شما هستیم. ما بحث فقاریه ها را با هم دیگه به بحث و گفتگو نشستیم. این جلسه بنا داریم که موضوعات تحت عنوان خزندگان را با هم دیگه به بحث و گفتگو بشینیم. در همین راستا خصوصیات مشترک خزندگان را گفتگو خواهیم نمود. برای مثال تعدادی از خزندگان مثل چلپاسه، مثل تمساح و سنگپشت را با هم دیگه به مطالعه میشینیم و خصوصیات هر یک را با هم دیگه گفتگو میکنیم و در پایان جلسه هم مرور میکنیم درس امروز را در قالب سالهای کنکور سالهای گذشته. با ما همراه باشین. خب اگر یاد باشه موجودات به فقاریه ها و غیر فقاریه ها تقسیم میشد. فقاریه ها به ماهیان، ذو معیشتین، خزندگان و پستانداران و پرندگان تقسیم میشد. ماهی ها را با همدیگه مطالعه کردیم. در جلسه گذشته با همدیگه ذو معیشتین را و انواعش را با همدیگه به بحث و گفتگو نشستیم. این جلسه خزندگان را که رپتیلیا گفته میشه با همدیگه میشناسیم و مورد مطالعه قرار میدیم. همین تصویری که در این اسلاید میبینین کاملا نشان میده که چرا خزندگان در دسته فقاریه ها قرار میگیره. شما تصویر بالا را که میتونه مربوط به مار باشه میتونید ببینید ستون فقراتش به راحتی قابل تشخیص هست. در تصویر پایین اگر توجه کنید که احتمال داره مربوط به چلپاسه باشه، باز هم ستون فقرات را شما میتوانید ببینید. پس خزندگان یک دسته از موجودات فقاریه هستند که این جلسه مورد مطالعه قرار میگیره. خب اولین بحثی که در بحث خزنده ها قابل تر هست بحث لغوی مربوط به خزندگان می باشه. خزندگان یا رپتیلیا از لاتین گرفته شده و مشخصا از واژه رپتایل به معنی خزنده و علمی که خزندگان را مورد مطالعه قرار میده اصطلاحاً بهش میگه هرپتولوژی. در این علم شما میتوانید مطالعه مار، تمساح و انواع خزندگان را ببینید و علت نامگذاری که اینا خزنده نامگذاری شده علتش این است که اینها دست یا وجود نداره یا کوتاه هست و به همین دلیل در حین حرکت شکم اینا روی زمین کشیده میشه و به همین دلیل نام خزندگان را به اونا گذاشتن. اما در بحث خصوصیات مشترکی که در بین خزندگان وجود داره، اولین مشخصه مشترک جلد خشک و بسیار خشن و درشتی است که اینا دارن. این جلد با ضخامتی که داره و با موانعی که ایجاد میکنه مانع از تبخیر آب بدن میشه و همونطور که میدانین آب بدن موجود زنده یکی از موادی هست که باید دائما کنترل بشه. خب در خزندگان کنترل میزان آب توسط جلد بسیار خشن و خشکی اتفاق میفته که دارن. در بحث انواع خزندگان ما میتوانیم چلپاسه ها و تمساح ها یا کرکودیل ها را، نوع سوم مارها را میتونیم نام ببریم، نوع چهارم سنگپشت ها که دو نوع بحری میشه و خشکه و کمو اصطلاحاً سنگپشت معمولی بهش میگیم و دسته پنجمی از خزندگان که دایناسورها هستند. فعلا در حال حاضر ما در روی کره زمین خزنده ای از نوع دایناسورها نداریم و این گونه و این نوع از خزندگان منقرض شدن. خب مشخصه مشترک این پنج گونه خزیدن و همو کشیده شدن شکم اینها روی زمین هست. خب نکته ای که باید گفته شود این مطلب میرسانه که در بین خزندگان ما تنوع خیلی زیادی داریم. فقط مارها هستند که فاقد پا هستند، بقیه خزندگان دارای پا می باشه اما پا
خرد است و در حین حرکت روی زمین شکمشان کشیده میشه. اما نکته دوم باید گفته شود که بغیر از سنگپشت بحری و مار آبی بقیه خزندگان محیط زیستشان در درون خشکه هست و فقط سنگپشت بحری هست و مار آبی که محیط زیستشان در درون آب قرار میگیره. خیلی خوب، بعد از اینکه یک تعداد از مشخصات مشترک بین خزندگان را گفتیم، بحث تنفسی که در خزندگان موجود هست را وارد بحثش میشیم. خب تنفسی که در بین خزندگان وجود داره این از نوع شش است. این تصویر اگه توجه کنین، این مجرا یا نل هوایی است که شما میتونید ببینید و در نهایت به بیرون ختم میشه. اما در سر دیگه ای شما یک جور شش رو میبینید، در شش هوا وارد میشه و در مجاورت رگهای خونی که همون موی رگهای خونی باشه تبادلات گازی اتفاق میفته و موجود میتونه برای متابولیسم اکسیژن خودش به دست بیاره و مواد دفعی مثل کربن دی اکساید را از بدن دفع کنه. سیستم دوران خون موجودات خزنده از نوع بسته هست، یعنی خون از درون رگها خارج نمیشه و این فقط تبادلات گازی بین حجرات مایع بین حجروی و خدمت هست که خون اتفاق میفته. پس نوع سیستم دوران خونشان سیستم بسته هست. از نظر قلبشان اگه یادتون باشه در بقه ما یک قلب استجوفی را داشتیم، در درون خزندگان هم قلب استجوفی وجود داره که میتونه دو جوف در بالا و یک جوف در قسمت پایین باشه. خب بحث بعدی که درباره خزندگان طرح میشه بحث تکثر و بحث تولید مثل است. در بحث تولید مثل باید نکته اول را گفته شود که جنس مؤنث و مذکر جداگانه وجود داره، پس باید القاح وجود داشته باشه و تولید مثل جنسی در این موجودات وجود داشته باشه. القاح از نوع داخلی است، یعنی گمیت های جنس نر وارد بدن نوع ماده میشه و در درون بدن جنس مؤنث القاح اتفاق میفته. در اطراف این مثلا زایگوت مواد غذایی و یک پوسته سخت تشکیل میشه که اصلا تخم ایجاد میشه و لذا میبینیم که خزندگان در دسته تخمگذارا قرار میگیرن. اینا استحاله ندارن و این تفاوتی است که نسبت به خیلی از موجودات دیگه میتوانیم نام ببریم. مشخصه چهارمی که در بحث خزندگان قابل طرح هست بحث سیستم عصبی هست. در سیستم عصبی خزندگان 12 جوره عصب مغزی دیده میشه. وجود 12 عصب مغزی نشانه سیستم عصبی نسبتاً قابل قبول و پیشرفته ای هست که بنابر همون میتونه در مقابل شرایط محیطی واکنش های مناسبتری هم نشان بده. خب اولین خزنده چلپاسه. بحث چلپاسه را از طول و اندازه بدن شروع میکنیم. بدن دراز داره. اگه توجه کنین این انواع چلپاسه ها رو که در این تصویر میبینین از قسمت سر تا نوک دم یک بدن کشیده و دراز را شما شاهد هستین. بدن سه قسمتی دارد، قسمت سر، قسمت تنه و قسمت دم. سه قسمت مجزا شما اگه توجه کنین این قسمت سر هست، این قسمت تنه و قسمت دم را میتونین در اینجا ببینین. و از نظر تغذیه اینها از حشراتی که در محیط زیستشان پیدا میشه میتوانند تغذیه بدن. قابلیت ترمیم فوق العاده ای داره. وقتی که یک چلپاسه احساس خطر بکنه برای اینکه بتواند او صیاد و شکارچی را گول بزنه و فریب بده دم خود را رها میکنه. دم دارای حرکت هست و خود چلپاسه فرار میکنه. در کوتاه مدتی که دیده میشه این دم دوباره تولید میشه و میبینیم که ترمیم میشه و او چلپاسه دارای دم میشه. خب دسته دومی از خزندگان را که قابل بحث است کروکودیل ها یا تمساح هست که دو نوعشه در اینجا شما میتوانین ببینین. بدن بسیار سخت و محکمی که داره از تصویر هم نشان میده. دارای پوست بسیار ضخیم و سخت و خشنی است.
از نظر جسامت میتونه متفاوت باشه، ولی در کل تمساح ها و کرکودیل ها دارای جسامت های کلانی هستند، تا جایی که تمساح آفریقایی میتواند تا 8 متر هم رشد بکنه و کلانی داشته باشه. خب 8 متر جسامت خیلی بزرگی هست. خب بعد از اینکه بحث جسامت تمساح و کرکودیل را گفتیم، لازم است که مشخصات بدن تمساح و کرکودیل را با هم دیگه بیشتر بحث کنیم. اولین قسمتی که در بدن قابل تر هست قسمت سر هست. در قسمت سر ما میبینیم که دندانهای فوق العاده قوی و کلان وجود داره و با توجه به علاشه‌های فوق العاده قوی که داره میتونه موجود را به گوشتخواری کمک بکنه و به راحتی موجودات کلان را میتونه توته کنه و ازش مصرف کنه. در قسمت سر و مشخصا بالای سر، اگه این قسمت توجه کنید و این قسمت در اینجا میبینید، بالای سر دو چشم کلان وجود داره. نحوه قرار گرفتن چشم ها به طوری است که وقتی کرکودیل در آب قرار میگیره تمام بدن در درون آب است، فقط قسمت چشم که باید محیط را جستجو بکنه در بیرون از آب وجود داره و به راحتی میتونه شکار خود را رصد بکنه و او را شکار بکنه. خب بعد از قسمت سر که شما در این قسمت میتوانید، قسمت گردن وجود داره. گردن ها فوق العاده عضلات قوی داره که میتونه کمک بکنه برای که به راحتی شکار انجام بده. و بعد از او قسمت تنه را داریم که قسمت تنه قسمتی است که پاها و دستها به او وصل شده. قسمت چهارم هم قسمت دوم هست که این دوم برای این موجود فوق العاده حیاتی هست، میتواند توسط شنا بکنه و در حرکت هایی هم که داره میتونه این دوم به راحتی بهش کمک بکنه. و نکته پایانی که در این اسلاید میتونیم بگیم این است که در انگشت تمساح ها و کرکودیل ها ما میبینیم که پرده وجود داره و ناخن وجود داره. هر دو اینها کمک میکنه تا بتونه آب را به راحتی جابجا کنه و با این حرکت در شنای خود بسیار فعالانه شرکت بکنه و بهترین شنا را داشته باشه، که البته این شنا توجه داشته باشیم برای شکار موجود فوق العاده ضروری و اهمیت داره. در بحث محیط زیست تمساح ها ما بیشتر شاهد هستیم که تمساح ها در آب زندگی میکنه، اما قابلیت زندگی در خشک‌تر هم داره. بحث تغذیه تمساح ها باید گفته شود که اینها از گوشتخوارهایی هستند که میتوانند انواع موجودات گوشتی را با جسامت‌های مختلف شکار بکنه و وارد سیستم هاضمه بکنه. در درون سیستم هاضمه بتوانه او را هضم بکنه و مواد مورد نیاز خود را جذب و در نهایت مواد اطراحی از انتهای بدن خارج شود. خب اگر توجه بکنین این نحوه قرار گرفتن دندان ها دهان موجود کلا آماده شده که بتونه گوشواری خودش به نحو حسن انجام بده. از نظر تکثر و تولید مثل اینها قابلیت تخم گذاری را دارند. قاعدتاً باید وقتی تخم گذار باشند القا هم القاه داخلی باشه. خیلی خوب، در بحث سنگ پشت وارد میشیم. سنگ پشت ها محیط زیست خشک، محیط بحری و آبی را میتونه داشته باشه. خب این تصویر اگر توجه کنین این اصطلاحاً سنگ پشت خشک هست و این سنگ پشت است که مربوط به آبی هست. نحوه قرار گرفتن دست ها و تغییر شکلی که درش ایجاد شده متناسب با نوع محیط زیست هست. خب اگر توجه کنین این دستی که در اینجا وجود داره کمک میکنه تا به راحتی بتونه در آب شنا کنه، اما در اینجا اگر توجه کنین دست ها یک نحوهی هست که بتونه در روی خشک به راحتی حرکت بکنه. خب چیزی که مهم است، سنگ پشت همونطور که از نامش مشخص هست دارای یک پوسته بسیار سخت در دو طرف خود که اصطلاحاً کاسه نامیده میشه دارا میباشه و این قسمت سخت سنگ پشت کمک میکنه تا از آسیبی که
صیادها و شکارچی‌ها بهش میرسانه محفوظ بمانه. اگه این دو سنگ این دو کاسه از هم باز کنیم، تصویری که در این قسمت میتونیم ببینین. خب در این قسمت سر رو میبینین، این ستون مهره رو میبینین تا این انتها قسمت دست ها و میبینین اسکلت داخلی در اونجا کاملا مشخص هست و به همین دلیل در مجموعه فقاری ها قرار گرفته. در بحث بعدیش در سنگ پشت خشکه شما ناخن و که در این قسمت اگر قابلیت دید داشته باشه، بله این قسمت ها شما میتونید ببینید که ناخن ها تیز است و کمک میکنه که به راحتی بتونه در محیط خشکه حرکت کنه. قسمت سر و دم قسمتی هست که در دو طرف کاسه قرار میگیره و در زمانی که احساس خطر میکنه این قسمت ها میتونه داخل کاسه ها فرو بره. فاقد دندان هستند و قابلیت مصرف از مواد نباتی را داره. سنگ پشت هایی که در آب زندگی میکنه برای شنا کردن تغییر شکل در قسمت دست و پا ایجاد شده و پرده دار شده. خب در بحث سنگ پشت بحث تنفسش لازم است گفته شود که شش هست و تکثرشان از نوع تخمگذاری است. قاعدتا وقتی که تخمگذار باشند باید القاء داخلی هم داشته باشند. جسامت های اینها می تواند تا 3 متر هم در سنگ پشت آفریقایی دیده شود. خب این جسامت کلانی هست که ما می توانیم ببینیم و در پایان با هم دیگه سوالای کنکور را حل کنیم و مرور کنیم درس امروز ما. یکی از حیوانات ذیل از جمله خزندگان نیستند. خب اگر توجه کنین مارها می باشه، مار آبی، خب سنگ پشت ها، خب و سلمندر جزو دو زو حیاتین ها یا زو معیشتن ها هستند و گزینه 4 صحیح است. یعنی گزینه 4 جزو خزندگان نیست بلکه جزو زو معیشتین هاست. رپتایل که به معنی خزنده است به کدام زبان نوشته شده است؟ اگر یادتان باشه این یک واژه لاتینی بود که گزینه 3 درست می باشه. علمی که از خزندگان بحث می کنند عبارت است از هرپتولوژی که در گزینه 1 آمده. بله. هرپتولوژی کدام موجودات ذیل را مورد مطالعه خود قرار میداد؟ همون سوال به یک نحو دیگه در یک سال دیگه مطرح شده که اگه یادتون باشه هرپتولوژی خزندگان مورد بررسی قرار میداد. گزینه 2 که خزندگان در آنش وجود داره گزینه صحیح است. خب سوال بعدی توجه کنین. خزندگان از نقطه نظر حرکت به چند نوع هست؟ اگر یادتون باشه ما انواع خزندگان وقتی مطرح کردیم چرپاسه ها، مارها، سنگ پشت ها و تمساح ها و کرکودیلا بود. این 4 نوعی که الان موجود هست. خب با این حساب گزینه 2 که 4 نوع هست باید درست باشه. در بحث دایناسورها فعلا موجود نیست لذا او را در این سوال حساب نکرده. کدام یک از حیوانات ذیل مربوط خزندگان هست؟ خب اگر یادتون باشه دایناسورها بود، سنگ پشت های بحری بود. خب گزینه درست باید گزینه 4 باشه که همه موارد است. بله. طول بدن تمساح آفریقایی عبارت است از تقریبا 8 متر میتوانست جسامت داشته باشه. گزینه 3 صحیح است. به پایان بحث‌های امروز رسیدیم. امید است که این جلسه برای شما مفید واقع شده باشه. شما را به خداوند منان میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما.